یک توصیه به تمام دهه 80 که میخوان قبل از 35 سالگی به پول زیاد برسن. ثروتمندترین مرد چین میگه اگر جلوی یک میمون موز و پول رو بذاری، میمون موز رو انتخاب میکنه، چون نمیدونه با پول میشه موز بیشتری خرید. بنابراین اکثر آدم‌ها زمانی که بهشون شغل و کسب و کار رو پیشنهاد میدی، شغل رو انتخاب میکنن، چون نمیدونن با کسب و کار میتونن سود و پول بیشتری به دست بیارن. در واقع فقرا فقیر هستن چون تو مدرسه بهشون یاد دادن برای شغل و برای حقوق بجنگن، نه برای کارآفرین شدن. میخوام به عنوان یه دهه 80 اینو بدونی که حقوق میتونه از تو حمایت بکنه، شغل میتونه از تو حمایت بکنه، ولی کسب و کار و مهارته که میتونه تو رو به ثروت برسونه. برای شروع من مینی دوره نسل ثروت ساز که ویژه بچه‌های دهه 80 هست رو بهت رایگان هدیه میدم. عدد 80 رو کامنت کن.